سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز با آموزش 0 تا 100 بیسیک هم مولتی هم بتل همراهمون باشید. لایک و ساب فراموش نشه و بریم برای آموزش. اول با بخش مولتی شروع میکنیم. گزینه ایم اسیست به شما کمک میکنه که ایمتون راحت‌تر انمی رو دنبال بکنه و ایم دقیق تری داشته باشه. گزینه بعدی مربوط میشه به پرتاب کردن نید و ترامایت و اینجور چیزا. اگه خاموش باشه که حالت عادی پرت میکنه. اگه روشن باشه شما اگه رو نیدم نگه داری که مثلا پرت بکنه یا نه، بلا فاصله نید و ورم داره زامن رو میکشه پرت میکنه دیگه. شما همون نمیده که نگه دارین نید و تایمش بیاد پایین، 5 ثانیه بیاد 2 ثانیه پرت کنین. خلاصه کویک ران هم مربوط میشه به همون دکمه ای که وقتی دارین راه میرین اون بالا میاد، مثلا دویدن رو قفل میکنین. این اگه روشن باشه، اگه مثلا شما نشسته باشین یا دراز کشیده باشین، وقتی میرین رو گزینه خودش اتوماتیک بلند میشه. اگه خاموش باشه که نه، همون حرکتش رو ادامه میده، چه بشینین چه دراز بکشین، مثلا تو جلو حرکتش رو قفل میکنه. همون دکمه جویستیک رو اگه میخوایم غیر فعالش بکنین، کلا همین گزینه سمت راستی جویستیک اوتو اسپینیت، اینو بردارین، کلا اون دکمه‌ای که هست کلا برداشته نمیشه. دکمه تیر سمت راست صفحه است که همونی که حالا اگه گزینه‌شو فعال کرده باشین روش نگه دارین، همزمان با تیر زدن ایم هم میگیره. حالا اینجا گفته که پوزیشن فیکس باشه یا مثلا در حال حرکت باشه. فیکس حالا یعنی همون جایی که هست بمونه، ولی مثلا اگه ترک فایر باشه شما دستتون هر جایی از سمت راست صفحه بزنین اون میاد همونجا که فیکست باشه. خب قطعا بهتره. گزینه سمت راستیش مربوط میشه به همون دکمه. بعد اینجوریه که آقا من اگر این دکمه رو تکون بدم چپ و راست بکنم، ایمم با صفم چپ و راست بشه یا نشه. خب وقتی شما با اون دکمه استفاده بکنید، 2 انگشتی باشید 3 انگشتی باشین، قطعا باید حرکت بدین دیگه. برای فایت سری مثلا سری اتفاق میفته و اینا بخواید ایم بگیرین، راست آن باشه بهتره. دکمه جویستیک سمت چپ هم برای راه رفتن و دویدن و اینا. شما اگه رو حالت فیکس پوزیشن بذارین، یعنی شما فقط باید انگشتتون رو بزنید رو خود دکمه تا بخواید این ور اون ور بکنید. اگه لفت کنترل باشه، یعنی اینکه شما هر جایی از سمت چپ صفحه رو لمس کنین، جویستیک میره همونجا که حالا من گذاشتمش رو همون حالت، زیاد جالب نیست. گزینه بعدی اگه خاموش باشه بهتره، فکر کنم برای جویستیک، کل جویستیک های رو صفحه هست، نمیدونم دقیق، ولی خب چیزی من احساس نکردم خاموش باشه بهتر. گزینه بعدی برای شاتگانه، برای جویستیک سمت راست. فکر کنم اگه شما ایم بگیرین، اگه مثلا تا وقتی که ول نکنین شاتو نمیزنه، ولی اگه آف باشه دیگه هیپ فایر میزنه با هم دکمه دیگه، ایم دیگه نمیگیره. دکمه بعدی هم برای دکمه خوابیدن رو زمینه که اگه آف باشه دکمه براتون جدا میاد روی صفحه. اگه آن باشه شما باید دکمه اسلاید یا نشستن رو نگه دارین، یعنی هولد کنین تا بگیره بخواب رو زمین. گزینه بعدی مربوط میشه به همون نید انداختن پشت سر هم. شما اگه مثلا اگه پرکی بزنین 2 تا نید پشت سر هم داشته باشین، اگه آن باشه شما مثلا نیدو که میندازین نید رو دستتون هست، نید بعدی آماده است. ولی اگه آف باشه بعد پرت کردن نید سویچ میشه رو اکانتتون، روی گانتون. گزینه بعدی برای ADS همون ایم گرفتن. اگر آن باشه وقتی شما ایم میگیرین میتونید صفحه رو تکون بدین، ایمتون رو میتونید جابجا کنید که اصلا نمیفهمین چرا باید همچین گزینه‌ای تو ستینگ باشه اصلا. گزینه بعدیش هم مربوط میشه به سویچ کردن گانتون که سرعت سویچ کردن گانتون رو یا با نایف یا گان دومتون میتونه سرعتش بیشتر بشه که این آن باشه. خب 100% بهتر. گزینه بعدی اشتباه نکنم اسپلیت همچین چیزی، این اگه روشن باشه شما نیدتون با اسموکتون مثلا این جداست، یعنی لازم نیست حتی رو دکمهش بزنین که جابجاش کنیم کدومو استفاده کنیم، که من خودم فعالش کردم خوبه. گزینه بعدیش اسلاید هینتسه که وقتی مثلا شما میدوین، وقتی که میتونین موومنت بزنین دکمه نشستن رو زمینتون آرم اسلاید میاد که این برای اینکه نشین رو زمین بهتریه، تنظیم خوبیه.
گزینه بعدی برای سویچ کردن گانه که یه دکمه جدا برای سویچ کردن گان میده، یعنی لازم نیست که رو اسلحه بزنید تا سویچ بشه. شاتگان هیت ریمایندر اگه درست بگم، یعنی مثلا اگه شما با شاتگان داری بازی میکنی، وقتی شات به طرف میزنی بهت نشون میده که چجوری نقطه، یعنی تیرا چجوری روی انمی ریجستر شده، که زیاد ضروری نیست، بیشتر برای چیدن اتچمنت کاربردیه، ولی آف باشه بهتره. وپنز اینسپکشن اگه اشتباه نکنم برای دیدن گانتونه، یعنی اگه روشن باشه فکر کنم یه دکمه جدا میاد رو صفحه، مثلا شما مثلا بتونی بزنید روش که گانتون رو نگاه کنید، چیز کاربردی نیست، آف باشه خب بهتره. گزینه بعدی گزینه جدید اضافه شده به بازی، نه حالا دقیق چیه، ولی خاموش باشه بهتره، یعنی روی جامپ و ایناتون فکر کنم تاثیر بذاره. متیک وپن پروژکشن هم گرافیک گان متیکتون رو جلوه بهتری میگیره. گزینه بعدی انیبل لفت هند تاکتیکال، این مربوط میشه به این که مثلا شما اسموک دارین، به جای اینکه اسموک رو سویچ کنه میخواین پرت بکنین، اون جایی که میخواین پرت بکنین نشون بده، اینجوریه که با دست چپ، دستی که گان نیست، دستی که آزاده، با اون اسموک رو پرت میکنه همون جلوتون. میتونید فقط از ذره بالاتر هم بگیرین ایمتون رو بندازه بالا، ولی خب بستگی به خودتون داره. گزینه راستش انمی تاکتیکال اسکوپ فلش مربوط میشه به اسنایپ انمی، یعنی اگه یه انمی اسنایپ از راه دور به شما گرفته، اون نور فلشش و اسکوپش معلوم میشه براتون، یعنی متوجه میشین که اسنایپر خطتون رو داره. گزینه بالا که بهتون گفتم برای گرافیک گانه، این با این فرق داره، این برای اینه که شما تو بازی وقتی استارت میشه مثلا بالا روی بالای کاراکترتون نشون بده که شما گامتیک چند تا فول کردین، مثلا چند تا دونه یا فول کردین یا نه. و گزینه سمت راستش مربوط میشه به این که شما وقتی انیمیشن گانتون رو میزنین ببینین، یا مثلا دارین میدوین یا دارین میپرین، اون انیمیشن قطع نشه وسطش، این آن باشه اینجوری میشه، ولی اگه نه شما مثلا ثابت وایسادین انیمیشن گان رو زدین، مثلا راه بریم بپرین، اگه آف باشه خب غیر فعال میشه دیگه، به بازی به حرکت معمولی ادامه بده. نتورک حالا اینستابیلیتی دمیج لاست آلرت، این هم فکر کنم برای اینه که شما وقتی مثلا نتتون ضعیفه، مثلا دمیج و تیرایی که ریجستر نشده رو بهت اعلام میکنه، یه علامت وای فای هم میاد وسط صفحتون قرمز که مثلا آقا تو اینترنت ضعیفه، هیچ کدوم از تیرات ریجستر نمیشه در حالت عادی. حالا من بره فعال کردم چون فرق نمیکنه، همیشه رو صفحه است اینجوری. گزینه تیم میت مارکر رو واقعا نفهمیدم برای چیه، ولی آف باشه بهتره، شاید مثلا موزمی بازیتون بشه، حالا دقیق نمیدونم. سکندری فایر مودم به از این حالت اینستنت و موویبل جویستیک، همون دکمه ای که باشه راه میرین دیفالت باشه، یعنی همون جایی که دستتون گذاشتین بمونه، یا نه وقتی حرکت میدین دنبالتون بیاد. لاکد هم یعنی دیگه همون جای قبلی بمونه، یعنی مثلا تکون میدین دیگه اوف کنه کامل. گزینه میستاچ همون گذاشته، اون مثلا وقتی که شما مثلا دستتون رو صفحه است، گوشه‌های صفحه مثلا شاید دکمه چیزی باشه، اون مثلا حساسیت اون نقاط رو کم میکنه که مثلا وسط بازی دستتون نخوره، مثلا بازی مشکلی بخوره، مثلا ایمتون این ور اون ور شه، آن باشه خوبه، بد نیست. گزینه بعدی همون رد گلوله است که مثلا وقتی تیر میزنین رو صفحه میمونه، برای اینکه مثلا اگه دیوایستون ضعیفه، مثلا دیوایستون نمیکشه مثل گوشی من، گرافیک اون رو میاره پایین، حالا اینو روشنش بذارین گرافیک رو میاره پایین، به نظرم گزینه خوبیه. گزینه وان تب ADS فایر برای اینه که آقا مثلا به طور مثال مثلا یه LMG دستته، مثلا RPD، شما وقتی ایم میگیری ADS تایمش خب زیاده دیگه، وقتی ایم میگیری طول میکشه ایم بگیره. اگه این آف باشه، یعنی تا وقتی که ایمتون کامل باز نشه اصلتون شلیک نمیکنه، ولی اصلا اگه آن باشه شما در حین ایم گرفتن هم تیر میزنه، گانتون تیر میزنه، و این آن باشه واقعا به درد میخوره.
گزینه ماشین بلار و گزینه بعدیش برای دست دیوایس هایی که مثلا قدرت بیشتری داره و بیشتر حالت انیمیشن داره، یعنی شما فریم به فریم که داره صحنه عوض میشه، یعنی صفحتون داره فریم به فریم میرین جلوتر، یه افکت بلار داره، حالا تار بودن معنی میده، اون یه افکت خاصی میده. اگه یه سری ویدیوهای یوتیوب دیده باشین گیم پلی میذارن با آیپد و اینا، یه حالت حرکت فریم به فریمش ذره تاره، وقتی رد میشه افکت باحالی میده، همچون چیزیه. هیتینگ ساوند مربوط میشه که آقا مثلا شما با یه اسلحه هدشات میزنی یا به بدن تیر میزنی، وقتی میکشیش یه صدایی میده که شما متوجه میشی هدشات زدی یا مثلا بادی شات زدی، حالا بهتون میگه دیگه با صدای خاصی میده. گزینه بعدی هم تجسم صدا رو هم مینی مپه، یکی مثل حالا اگه تو بتل باشه بهتر میشه، هم مثل صدا پا و اینا که رو مینی مپ نشون میده، آره اونه. گزینه بعدی برای بالا رفتن سریع، یعنی مثلا شما اون گزینه هستش مثلا آلویس اسپینیت میذارین، قفل میکنین که خودش بدوه، اون وقت مثلا خودش تشخیص میده مثلا رو پنجره یا مثلا جایی که مثلا ازش میتونین بکشین بالا، یه گزینه هست وقتی میکشین رو اون یه دونه دیگه میاد بالاش، اونو مثلا میکشین بالاتر، خودش به جایی که دکمه جامپو بزنین میره بالا و این برای موومنت یه ذره کمک میکنه، یه ذره تاثیر میذاره، ولی حالا خاموش باشه نمیدونم دیگه خودتون بس کی داره، ولی گزینه فستش به نظر رو موومنت تاثیر میذاره، خوبه، بزنین آن باشه بهتره. گزینه بعدی هم ترکیب انیمیشنه یا هم انیمیشن بلند. این اگر اشتباه نکنم مثلا یه سری انیمیشن بازیو، یا مثلا شما مثلا دارین ریلود میکنین انیمیشنشو، مثلا وقتی دارین اسموک میندازین دو تا وقتی همزمانه یه ذره جلوه بهتری بده اگه اشتباه نکنم، چون داره دقیق نمیدونم. گزینه بعدیش هم ADS-FOV کرو اگه اشتباه نکنم، این هم یه سری ایم جدیده، یه ذره ایمتون رو سریعتر باز میکنن. حالا من چون عادت نداشتم آف گذاشتم، من با ایم قدیمی بازی راحت ترم تا با این. گزینه بعدی من هر چی روشن خاموش کردم تو بازی امتحان کردم هیچی دستگیرم نشد. ترجمه هم که میزنی این چیز چرت و پرت در میاره، پنهان کردن پویای خط کشی اصلا چیز بی منطقیه. آف باشه بهتره، چون حالا اگه قدیمی بازی میکنین اگر آف هست بذارین آف بمونه بهتره. و همینطور گزینه سمت راستش اونم مربوط میشه به همون سمت چپیه، اونم مثلا وقتی هیتینگ و ضربه دیدن همچی چیزی، حالا خاموشاش بهتره، هرچی دستکاری نکنیم بهتره. گزینه بعدی ها به نظرم آن باشه بهتره، نمیدونم دقیق برای چی، ولی هرچی از مربوط به گانه خودتون آن آف بکنین ببینین چه فرقی میکنه. حالا من هر چی زدم چیزی متوجه نشدم. گزینه جدیدی که تو این آپدیت اخیر دادن آینه‌ای کردن نمای سلاح، یعنی وقتی شما آنش میکنین یه دکمه دیگه روی هادتون اضافه میشه، وقتی میزنین گان از دست چپتون میاد رو دست راستتون میاد رو دست چپتون جا بود. حالا فکر کنم توی کانتر همچین چیزی بود، اگه اشتباه نکنم چون بازی نکردم تا حالا، ولی حالا بستگی به بازی خودتون داره دیگه، حالا چه استفاده بخوان ازش بکنیم. اسکن ADS-FOV تو اسکوپ زوم همون معنیش میشه همگان سازی میدان دید با بزرگنمای دوربین. این چی هست؟ وقتی شما ایم میگیرین، خب وقتی ایم میگیرین صفحه زوم میشه، اگه اینو آن بکنین حالا زومش کمتر میشه و زومش قابل تنظیمه، با تای بیسیک گزینه FOVش هست، اونو بستگی داره به خودتون دیگه. اگه آیپد پلیرین عددشو بین 70 80 90 بذارین، اگه گوشی مثلا با گوشی بازی میکنین بین 50 تا 70 به نظرم خوبه، به چیزتون هم کمک میکنه، به ایمتون یزنم ایم اسیستتون رو دقیق تر میکنه. ستینگ بعدی هم درباره همون فینیشر گرفتنه، چاق و استری هم کویک نایف فارسیش هم گفتم، این همون گزینه فینیشره که رو هادتون هست، اگه این آف بکنید خب دیگه فینیشر نیست، اون کویک نایفتون هم نیست، آن بزنید خب فینیشر هست، اونم هیچی. تنظیمات اجراش وان تپ داره، لانگ پرس،
برای فینیشر گرفتن شما باید یه ضربه بزنید که برای که AFK نیست. مالا بعضی که میخوام حین بازی فینیشر رو بگیرن فشار دادن طولانی باید نگه داری، اون جویستیکش اینجوری پر میشه که مثلا آقا فینیشر داره میگیره. چیز مزخرفی، همون تب باشه بهتره، فان تب باشه. گزینه بعدی هم مربوط میشه به لگد گان که حالا لگدش موقع ایم گرفتن یا چه موقع هیپ فایر زدن. لگد اگه همش آف کنین، همه رو بزنین رو صفر، تمرکز بهتر تو بازی دارین. حالا اگر دیوایستون هم خیلی ضعیفه، لگد نباشه خب کمک میکنه به لگ دیوایس و اینا. دمیج نامبر وقتی شما به انیمی تیر میزنین، برای وقتی میگه روشن بذارینش مشخص میکنی که آقا هر تیری که من زدم چقدر دمیج داده به طرف. و گزینه سمت راستش هم که همون چیز دیگه بهش میگن شفافیت عدده، رو 100 بزنین که قشنگ معلوم باشه که چقدر دمیج زدیم. گزینه بعدی همون ایم گرفتن ADS، چند تا 4 تا گزینه داره. اولیش اینه که شما باید روی دکمه ایم ضربه بزنید باز شه و میخواین ببندین رو میدونه ضربه بزنید روش تا بسته شه. بعدش هم تاپ اند هولد تو ADS، یعنی شما وقتی بزنید روش باید نگه دارین ایمتون باز باشه و اگه ولش کنین ایمتون بسته میشه. هیبرید ADS یعنی شما هم باید دستتون نگه دارین روی ایم و هم که میتونین دستتون رو وقتی تکون بدین همزمان که رو صفحه است بکشید این ور اون ور، ایمتون هم این ور اون ور میشه. بعدش هم دابل تپ، یعنی که شما باید دوبار روی صفحه بزنین تا ایمتون باز شه. دکمه ایم کلا غیب میشه و شما باید حتما دوبار روی سمت راست صفحه بزنین تا ایمتون باز شه و بسته شه. گزینه دیسپلی لفت فایر باتن همون دکمه ای که حالا معمولا هیپ فایر دیگه میاد سمت چپ صفحتون، حالت عادی دیفالت هات، اون روشن باشه، یعنی مثلا همیشه باشه گوشه صفحتون. بعدش میشه در زمان ایم گرفتن، یعنی شما وقتی ایم میگیرین دو گزینه فقط بیاد، تیر سمت چپ بیاد. که حالا بعضیا اونایی که 4 انگشتی و 5 انگشتی اونو میذارن، حالا 5 رو نمیدونم با 6 آف هم که خاموش میزننش دیگه هیچ وقت نیست. گزینه بعدی برای اسلایده، یعنی شما وقتی دکمه نشستن رو زمین یه بار میزنین اسلاید بزنه. سمت راستش هم یعنی نگه دارین اون دکمه رو تا اسلاید بزنه. در سمت چپی بهتره برای موومنت زدن، سمت راستی زیاد اصلا به کار نمیاد. گزینه بعدی هم آلویس اسپرینت، یعنی که شما آقا جویستیک سمت چپ هم برای راه رفتن و شما مثلا اگه یه ذرم بالا پایینش بکنین بدوه براتون، آنش بکنین میدوه، آفش بکنین مثلا برای پامرغی رفتن و برای اینکه صدا پا ندین بهتره. مثلا میذارین برای سرچ اند دیستروی مثلا صدا پا ندین، بریم قشنگ بریم بزنین. یا بخش بعدی هم مربوط میشه به همون ژیروسکوپ. حالا بعضی که با ژیروسکوپ بازی میکنن خب آنه، بازی هم نمیکنین آفش کنین. این هم که تنظیمات FOV بالا برای اسکن زوم و اینا بهتون گفتم. دیگه میرسه به بخش تیم میت. بخش اولش همون HP یاراتونه، میتونی بزنین رو حالت آن، یعنی همیشه معلوم باشه. وسطی یعنی وقتی تیر بخوره معلوم شه که ببینین چیه. آف هم که خاموش میشه. پایینیش شفافیتشه که چقدر باشه. پایینیش هم اندازهشه، یعنی بزرگ باشه کوچیک باشه. ID دیسپلی مود یعنی اسم یارتون رو بالا بزنه یا نه. مارک بزنین یه نقطه میاد جاش. پرسپکتیو تیم میت هم یعنی پشت دیوار هست معلوم باشه یا نه، بهتون نشون داده بشه یا نه، که فعال باشه بهتر بدین یاراتون کجا هست. این قسمت هم که مارکای مال سرچ اند دیستروید و هارد پوینت و ABC و ایناست. این حالا دیگه دست خودتونه که بخواین چی باشه چی نباشه. هرچی شفافیت کمتر باشه ذره میدان دید بهتر، دین حواس پرتی کمتری هم هست. تنظیمات مینی مپ هم که هم روی هادتونه، اون به نظرم دستش نظر این چیزاشو بهتر. حالا میخواین عوض کنین میخواین عوض نکنین، بازم مثل سنس و هاده دیگه به خودتون ربط داره. نظرم حالت دیفالتش بهتره. 7 گزینه اول که تو مولتی هم هست، توضیحاتش هم که داره. 8 مورد اوتو اوپن دورز، یعنی شما تو بتل وقتی سمت در میدوین در خودش اتوماتیک باز شه. آن بزنی خودش باز میشه، آف بزنی باید با دکمه باز کنی.
سه تا اول هم که توضیح دادیم. 4 مربوط میشه به یه دونه جدوله که اگه شما با اسکوپ بازی میکنین یه جدول براتون باز میشه، مثلا میتونید سریع اسکوپ ها رو عوض کنید. یعنی ردات داریم، مثلا میخوام بندازی رو 8، سریع میذاری رو اون جدول باز میذاریش رو 8. پرسپکتیو تیم میت همون معلوم شدن یارات آبی میشه، پشت دیوار معلوم میشن. اسلاید هینت هم که توضیح دادیم، هم لوگوی اسلاید میاد برای موونت و اینا. شاید این هم توضیح دادیم. اتوماتیک آرمور ریپیر یعنی شما وقتی آرمورتون کامل خالیه یه 50 تایی میزنید، 2 تا 50 تایی دیگه هم داری، خودشون اتومات آرمور بزنید که فعال باشه بهتره. گزینه بعدیش مربوط میشه به اینکه شما مثلا پنجره میرین تو، یه ذره دوربینتون میره بالا. حالا این خاموشاشه بهتره چون یه ذره تمرکز بین بازی به هم میزنه، چون خیلی یه ذره رو سنس تاثیر میذاره. حالا پنجره میریم بیرون یه ذره تصویر میره بالا، چیز درستی نیست اصلا گذاشتن. بذارین خاموش باشه بهتر. وپن اینسپکشن هم که تو مولتی هم توضیح دادیم، اینجا هم همونه. اوتو اکسپند وینگ سوت همون باز شدن جت پکتونه، مثلا از ارتفاع میاین خودش باز بشه. حالا این خاموش بذاریم بهتره، مثلا یه ارتفاع میخوایم بیفتین چتتون میخوایم باز نشه مثلا باز نمیشه، ولی اگه میخوایم بازم بشه باید دکمه جامپ رو بزنید تا چتتون باز شه. اسمارت مید ریکامنشن یعنی مثلا شما یه آرمور 200 داری، یعنی هوشمند میاد بهت میگه آرمور 200 داری یا آرمورت هم 0 مثلا میاد بهترین آرمور مثلا آرمور 200 دیگه کامل پرشه میاد میذاره جلو دستت. این خاموش باشه بهتره، منم باید خاموشش کنم چون مثلا وسط فایت یا آرمور 50 لازم داری یه آرمور 200 نذاره وسط. اوتو یوز هم مربوط میشه به همون آرمور زدن و حالا چند تا مورد دیگه. این گزینه مربوط میشه به اینکه آقا شما مثلا با کاراکترت رو حالت سوم شخص TPP چسبیدی به دیوار، بعد اسکینت مزاحم یعنی نمیبینی روبرو تو، اینو اگه روشن بذاری خود کاراکترتون تار میشه و جلوتون میتونین ببینید. اگه خاموش باشه خب کاراکترتون میاد جلوتون، اگه چسبیده باشین به دیوار مثلا کم کرده باشین خط گرفته باشین نمیذاره جلوتون رو ببینید. این روشن بذارید واقعا کارآمده. این گزینه مربوط میشه به باز کردن چترتون، یعنی مثلا اگه گزینه چپی رو بذارین یا راستیه نمیدونم، حالا اینو باید امتحان بکنین. مثلا اگه چتر باز شده مثلا میخواین بچرخین سمت چپ و راست، یکیشون یه ذره دیلی داره، فکر کنم سمت چپیه است دیلی داره، برعکس نمیدونم. اونی که دیلی نداره ذره بهتر مسیر میگیره، یعنی بهتر جهت میگیره. اونو به نظرم بذارین هم حالتی که دیلی نداره بهتره. بقیهشون هم که تو تنظیمات مولتی گفتیم، اسکن FOV هم گفتیم، فینیشر هم گفتیم، لگدگان هم گفتیم. لگدگان توی بتل فکر کنم یک کم بیشتر باشه، بخش هیپ فایرش با ADSش، دمیج نامبر و ADS و اینا رو هم همه گفتیم. اسلاید هم گفتیم دیگه. آلوس اسپرینت رو برای بتل بذارین آنش کنین حتما. ژیروسکوپ هم هیچی. میرسیم به این تیکه. یکم صدا پاهاست که یکیش رو مینیمپ یکی هم رو صفحتون. یکیش رو میتونید رو مینیمپ بزنین که مثلا جاهاشون رو دقیق بهت نشون بده یا نه فقط جهتش رو نشون بده. روی خود صفحه هم میتونید فعالش کنید، میتونید غیر فعالش کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. برای آموزش و ویدیوهای بعدی حتما منتظر بمونید. خدا نگهدار.